ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتار 87. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. آن بیچاره اگر با فروختن حولیش هم باشد به میرشب پول داده زودتر خود را خلاص می کرد. میرزا عبدالواحد منظیم در همین مورد ربایی زیرین را گفته بود: ایمین همه را حق از اساس گرداند و از بوی بدی او که نفس گرداند. گرگوه نبود اساس چرا این مقدار دروازه خلق را نجس گرداند. عبدالرحیم بیک میرشب یک آدمی کوتاه قامتی فربیه بود که گردن و شکم و رانش قریب هموار و برابر بودند. بنابراین مردم او را غولدینگ می گفتند و در پیش آدمانش و جاسوسانش او را به این عنوان نام برده دشنام می دادند. پسری او که دوران بیک نام داشت از خودش هم بدتر، سخت دلتر و ظالمتر بود. او شب و روز مست شده با جلوداران سیبند کلتکدارش سواره می گشت و آدمان بیچاره‌ای به سبب به دستش افتاده را به بهانه و گاها به هیچ بهانه می فرمود که آدمانش دست گرفته ایستاده کلتککاری می کردند و خودش به بالای اسب ایستاده به سر آنها با تازیانه می زد و دشنامهای قبیح می داد و در حالتی که خودش مست بود آنگونه آدم را بعد از چوب کاری کردن مست به دست افتاد گویان به اختیار پدرش می فرستاد. و پدرش آن بیچاره را حبس نموده شکنجه کرده پول می گرفت. اگر پول نروید و یا آن آدم پولی دادنی نداشته باشد دوست گویان به زندان می فرستاد یا به سربازی امیر می داد که این کار هم از خوابیدن در زندان بدتر بود. حیرت کاری این پدر و پسر را در ربایی زیرین تصویر کرده بود: فریاد و فغان من ز دستی پسرت، واژونیم از قد فرستی پسرت. ای شهنه به من ایما ز می کوشی چند، ناکرده نظر به چشم مستی پسرت. در غیبتخانه در حق میرشب غولدینگ بار یک قطعه هجویه نوشته شد که ایجاد کننده آن با تعبیر امروزه کلکتیف بود. در ایجاد کردن کلکتیوانه آن هجویه حامد خواجه مهری، میرزا ابراهیم صبحی و من اشتراک کرده بودیم. اما در شب دیگر آن شعر را حیرت تصحیح نموده بود. آن قطعه هجویه این است: غولدینگا بر سری زین می نشینی خوکوار، این عجب گرگانی آدم خار در فرمان توست.
خوک را فرماندهی گرگان ندیده هیچ کس. این شرف با خصلتی گرگانت شایانی توست. خواه باشی خوک خواهی گرگ، ما را شد یقین خوکبانی گرگ طبع زیشت پشتیبانی توست. دزد کاوی چند ای سردسته دزدان بشرم، این همه تالان که می بینیم از دزدانی توست. بعد از این یک خانه آباد نتوان یافتن، دور اگر دوری توی و دوران اگر دورانی توست. آن دو روبایی در بالا قید شده و این قطعه هجویه از غیبت خانه بیرون رفته در میانه غیبت دوستان پهن شده بود. فقط روبایی ها با نسخه برداری دست به دست یکدیگر گذشته پهن شوند، این قطعه دهن به دهن پهن می شد، چون که مؤلفان قطعه هم اشتراک کنندگان اساسی غیبت خانه هم غیبت دوستان هم به سبب ذکر یافتن اوصاف امیر در وی نوشته، نگاه داشتن و برداشته گشتن آن را خوفناک می دانستند. رعیه روسیه. در همان سالها در میانه جوانان یک جوانی جسارتمندی پیدا شد که پدرش در زمان خودش از ملایان مشهوری بخارا بوده است. به همین مناسبت او را هر کس مخدوم می گفت. این جوان با آلوفتگان بخارا جوره و آشنا بوده، با آنها رفت و آمد داشت. به قول آلوفته های بخارا دهان آن جوان بی‌فراویز و به قول عامه بخاراییان او پرتکیگوی بود، یعنی چیزی را که حق داند و یا سخنهای تنقیدی را از هر کس که باشد و به هر کس که باشد بی ابا می گفت. این جوان از اشتراک کنندگان دائمی غیبت خانه نبوده، گاه گاه می آمد و در هر آمدنش یگان کاری عجیبی را که خود کرده باشد یا یگان واقعی هوس‌انگیزی را از جای شنیده باشد به اشتراک کنندگان غیبت خانه می گفت و زود برآمده می رفت. اگر سخنی گفتنیش کوتاه باشد آمده حتی بروی حجره نگذشته، کفشش را نکشیده بر لب پایگاه نشسته می گفت و خسته می رفت. او با خصلت دهان بی فراویزی یا پرتکیگوییش به میرشب هم گپ پرانده می گشت. هر قدر که بدکرداری میرشب زیاد می شد، همون قدر هم نسبت به او پرتکیگویی مخدوم اوج می گرفت. او در وقتهای همین گونه اوج گرفتنی پرتکیگویی هایش شب به غیبت خانه آمده بروی حجره گذشته نشست و من رعیه دولت روسیه شدم گویان گپ سر کرد. پیش از آن که من حکایه رعیه دولت روسیه شدن مخدوم را نقل کنم، باید چی اهمیت داشتن رعیه دولت روسیه را در پیش حکومتداران بخارا به طرز مقدمچه گفته گذرم. موافقی سازشنامه‌ای که در بین حکومت روسیه و امیر بسته شده بود، حکومتداران بخارا حق نداشتند که رعیه روسیه را با گناه و عیب دستگیر نمایند. اگر حکومتداران بخارا یگان رعیه دولت روسیه را بر بالای جنایت کلان بینند، در همان وقت هم به او چیزی نگفته این حال را به قشبیگی خبر می دادند و او به گماشته سیاسی دولت روسیه که
در کاغان می نشست می نوشت. گماشته سیاسی اگر آن رعیه جنایتکاری خود را از نقطه نظر خود نه از جهت جنایتش سزاوار جزا داند، به او جزا داده به خوشبگی خبر می داد، وگرنه به خوشبگی مکتوبتان رسید و مضمونش به معلومات گرفته شد گویان مکتوب جوابی کوتاهی می فرستاد و با همین مسئله تمام می شد. بنابراین بعضی کسان با وجود بخارایی بودنشان برای نگهداری کردن خود از هجوم حکومتداران امیر رعیه رسیه می شدند و بعضی بخاراییان هم بودند که برای بیبازخواست و خاطر جمعانه دوام کناندن بدکرداری های خود بر رعیگی دولت رسیه می در آمدند. ما که این حال را می دانستیم بر رعیه دولت رسیه شدن مخدوم تعجب نکردیم، چون که آن گونه آدم دهان بی فراویز و نسبت به حاکمان خصوصا نسبت به میرشب پرتکیگوی بی رعیه دولت رسیه شدن از دست عملداران امیر جان به سلامت بردن نمی توانست. اما وقتی که حکایه مخدوم را شنیدیم رعیه دولت رسیه شدن او تماما چیزی دیگر شده برآمد. نظر به قول او وقتی که وی هجوم خود را به میرشب، به پسرش دوران و با آدمان نزدیکش با سخنان نیشداری نیشتر مانند خود زیاد کردن خواسته است، برای حمایت خود را رعیه دولت رسیه نشان دادن را هم مقرر نموده است. بعد از آن که چنین حامی پرزوری به خود مهیا کرده است، در چند جا چندین بار قطعه هجویه‌ای در بالا قید شده را به آدمان نزدیک میرشب شنوانده خوانده است. از بس که ملاهای کلان و فرزندان آنها مانند خواجگان جوباری و میرکانی در پیش امیر و درباریانش حرمت مخصوص داشتند، آدمان میرشب جرأت نکردند که به او چیزی گویند یا دستگیر کنند. فقط آنها هم در قطار دیگران که با شنیدن آن بیتها ذوق کنان میخندیدند زهرخنده‌ای کرده ماندند، لیکن به میرشب مضمون آن بیتها را با آهنگی خوانشی مخدوم و خنده مردم خبر دادند. میرشب در جواب این خبر آدمانش هرچند به دستگیر کردن مخدوم فرمان نداده باشد هم به آنها هر کار وقت و ساعت دارد، هرگاه که همان وقت و ساعت رسید او جزای سزاوارش را خواهد دید. حرمت ملازادگی هم یک حدود دارد گفته است. آدمان میرشب از این سخنان او روشن فهمیدند که او نیت دستگیر کردن مخدوم را دارد، اما فرصت مناسب می‌کاود. بنابراین آنها هم برای به وجود آوردن آن گونه فرصت تیار شده گشتند. در آن روزها ایام سیر نوروزی که در پیش شیربدن نام چارباغ پادشاهی در بیرون شهر در دهه شیربدن تشکیل می‌یافت رسیده است. در روزهای آن سیر عادتاً میرشب روزانه در درون قباله نام دروازه شهر می نشست که روندگان سیر از آن دروازه درآبرا می کردند. در درون دروازه در وقت برآمدن از شهر در دست چپ ایوان و در پیشگاه ایوان یک حجرچه بود. میرشب گاه در ایوان و گاه در درون آن حجرچه می نشست و آدمانش در دو طرف کوچه از ایوان اندک دورتر مانند صیادان کمین گرفته می ایستادند. آنها اگر کسی را بینند که رویش سرختر است و از جمله آدمان صاحب حرمت هم نیست، مست گویان او را دستگیر کرده به میرشب خانه می فرستادند، یا دو کسی بی حرمت را بینند که با هم بلندتر گفتگو کرده خندیده رفته ایستادند، اینها با هم جنگیده
ترتیب را ویران کرده ایستادند گویان دستگیر می کردند. اینچنین یگان پسری برهنروی را بینند که بی حامی پرزوری به سیر رفته ایستاده است، این برای بدگشتی رفته ایستاده است. او را تربیت کردن لازم است گویان به دام می کشیدند. اگر میرشب در ایوانی دروازه خانه نشسته باشد، برای حرمت او سوارگان را پیاده می کردند که به میرشب تعظیم کنان سلام داده از دروازه برآمده بعد از آن سواری خود را سوار شوند. انا در همین گونه یک روز مخدوم با یک رفیق خود از بازار علف فایتون سوار شده رفتگاری سیر گردیده به دروازه قواله می رسد. هرچند میرشب در درون حجره بوده، در آن وقت برای حرمت او هیچ کس را از سواری فراوردن لازم نباشد هم آدمان او به مقصد جنجال برآورده آن فرصت مناسبی دستگیر کنی را مهیا کردن پیش راه فایتون را گرفته مخدوم و رفیق او را مجبور می کنند که برای حرمت میرشب از فایتون فرامده از دروازه برآیند. در میانه جنجال می خیزد و مخدوم هم بی ایبا نسبت به میرشب و آدمان او ناسزا گفتن می گیرد. غلاغوله را شنیده دوران که در درون حجره در پیش پدرش نشسته بوده است به ایوان برآمده به جنجال همراه شده به مخدوم گفته است: شما دایم به پدری مرحومتان غره شده به حکومتداران بی حرمتی می کنید. حرمت حکومتداران را در قطار فقراها رعیه ها بجا آرید، وگرنه به شما آن گونه معامله کردن لازم می آید که در این گونه موردها به دیگر فقرایان کرده می شود. بیگی جان، می گوید مخدوم با آهنگ استهزاکارانه، حالا شما به آن گونه معامله کردن خردی می کنید. کدام وقت که مانند پدرتان غولدینگ شدید، در آن وقت ممکن است که این طرز گپ زنید و آن گونه معامله کنید. مخدوم بعد از آن به پشت فایتونچی نخته کرده هی کن می گوید. دوران هم با آدمانش اشارت می کند که راه دهند تا که او از دروازه برآمده رود. بعدی گذشته رفتن مخدوم دوران به پیش پدرش در آمده است. پدرش به او گفته است: من همه سخنهای بدبوی آن شورپوشت خوریگند را شنیدم. تو آن سخنها را شنیده ایستاده چرا راه دادی که او برآمده رود؟ چرا نفرمودی که دستگیرش کرده به میرشب خانه برند؟ تو با این نرم دلی و سهل کاریت حق نداری که عملداری جناب عالی شوی و از این راه نان خوری. فایتونچی رعیه روسیه بود گفته است دوران. من ترسیدم که اگر مخدوم را دستگیر کنانم و فایتونچی رفته به کنسول خانه شکایت کند و گوید که میرشب و آدمانی او مرا به کرا کشی کردن راه نمیدهند، آدمانی مرا در نیمه راه از فایتونم فراورده میگیرند و مرا از پولی کرا محروم میکنند، برای ما خوب نمی شود. مخدوم را باشد در یگان موردی دیگر دستگیر کردن ممکن است. حالا وی از بخارا گریخته نمی رود. این فکر درست گفته است میرشب از شست اولیش فرامده. بر رعیگان دولت روسیه احتیاطکارانه معامله کردن در کار است، اما برای دستگیر کردن آن شورپوشت موردی دیگر را نگران شده ایستادن لازم نیست. موردی دیگر را نگران شده ایستادن به شنیدن دشنام‌های از این هم قبیح‌تر منتظر شده ایستادن است. آدمان را گوی پیش من درآیند. دوران آدمانی در کوچه کمین گرفته نشسته پدرش را جیغ زده در آورده است. میرشب به آنها گفته است: شمایان 4 نفر در بازار علف نوبتدار شده ایستیتان.
هرگاه که آن شورپوشت از سیر برگشته آمده در کراکشخانه بازار علف از فایتون فراید، در حال دستگیر کرده به میرشبخانه بریتان. کسی را هم که به او همراه باشد با او گیریتان، چون که آدمی راست و درست با آدمی بد دوست و همراه نمی شود. جوره او هم باید مثل خودش شورپوشت باشد. میرشب بعد از این فرمان پسرش دوران را در جای خود در پیش دروازه گذاشته، خود اسبش را سوار شده به میرشبخانه رفته است. وقتی که مخدوم با رفیق پگاهانی خود از سیرگاه با فایتون برگشته آمده، در بازار علف که در جنوب مدرسه دیوانبیگی نزدیک به لب حوض دیوانبیگی بود فرآمده است، آدمان میرشب او را دستگیر کرده به میرشبخانه بردند. مخدوم در وقت نقل سرگذشت خود گفت: من می توانستم که به آدمان میرشب اطاعت نکنم، لیکن برای درست‌تر تنبیه دادن میرشب و رسوا کردن او با رفیق خود پیش آنها در آمده مردانوار نه بندیوار به میرشبخانه رفتم. وقتی که آدمان میرشب مخدوم را با رفیقش در رو بروی میرشب شناندند، او آنها را با دشنامهای کوچگی با الفاظهای قبیحی که در آوان بچگی و میرشبی خود آموخته بوده است حقارت داده است. مخدوم همه این سخنهای بدبوی او را بی صبرانه شنیده آرامانه خاموش ایستاده است. اما وقتی که میرشب به آدمان خود برید این شورپوشتان را در زندخانه اندازید، به گردنشان جیل و به پاهاشان اشکیل زنید، من از وجه اینها به جناب عالی عریضه نوشته بعد از رخصت عالی را گرفتنم به زندان می فرستانمشان که در آنجا پوسیده بمیرند گفته است. مخدوم از بغل خود 2 کاغذ را برآورده به میرشب نشان داده ایستاده: ما رعیه دولت علیه روسیه می باشیم. انا این کاغذ ها پاسپورت ماست. نه شما و نه امیرتان حد نداریتان و حق نداریتان که ما را دستگیر کنیتان. اما برای آن بی‌حرمتی که آدمانتان به ما در وقتی دستگیر کردند و آوردن ما کردند و برای این دشنام هایی که شما ما را دادید در پیش سودی روسیه یگان جواب خواهید داد. میرشب با شنیدن این سخنها رنگش کنده چون برگی بید لرزیده با آهنگی عذرخواهی و توبه زبانش گرفته گفته است: مخدوم جان، از سرتان گردم. هر بی‌آدابی که از من گذشته باشد بخشید. آدمانم را به سببی به شما بی‌حرمتی کردنشان زده به زندان می فرستانم. من به پدر مرحومتان شاگرد می باشم. از روی قول پیغمبر و حضرت علی شاگرد به استاد غلام می باشد. من به پدرتان غلامی بی درم بی پول خریده و به شما که فرزند عزیز آن کس هستید غلامی خانزادی حلقه به گوش می باشم. میرشب در وقتی گفتن این سخنان آخرینش از جای نرمی گوش خود با انگشتان دستش داشته یک رویه شده گوشش را به طرف مخدوم راست کرده دوام نموده است: مخدوم جان، شما حق دارید که انا همین ترس از گوش این غلام خانزادتان داشته به خانه اتان برده کار فرمایید یا به بازار برده فروشید. من نادانی کرده به گپ آدمان در آمده شما را نصیحت کردن خواسته بودم، اما نیت خودم به سبب نادانی خودم به بدی گشت. من از شما می پرسم که به خاطر ارواح پدرتان این نادانی هیجمدان را ببخشید. میرشب
همین که از سخن باز ایستاده است، مخدوم به گپ در آمده گفته است: دروغ میگویی تو بی ایمانی، بی وجدانی، بی انصافی ترسانچک. تو پدری مرا هم، پیغمبر و علی را هم به یک پول سیاه نمیگیری. مگر به پدری من شاگرد بودنت بعد از دیدن پاسپورت دولت روسیه به یادت آمد؟ تو هیچ کس را نمیشناسی و به هیچ کس حرمت آن سو ایستد رحم هم نمی کنی. اما تو بی ایمان از حکومت روسیه ترسیده این گپ‌های دروغ را گفته ایستاده ای. تو در پیش امیر و حکومت روسیه خر و بر سری آدمان خوک و گرگ می باشی. میرشب دیده است که به سخنان نیشداری مخدوم تاب آورده نمی تواند. از جایش خیسته از دری دیگری خانه برآمده به حولی درونش گریخته در آمده رفته است و از آنجا 2 جامه شاهی حصاری را با محرمش فرستاده است که به مخدوم و رفیقش پوشانده آنها را گسیل کنند. اما مخدوم جامه ها را به زمین پرتافته و بالای آنها توف کرده با پایش مالیش داده میرشب و آدمانی او را دشنامدیهان از میرشب خانه با رفیقش برآمده رفته است. بعد از آن که مخدوم سرگذشت و ماجرایی با میرشب کرده اش را نقل کرده تمام نمود، من از وی پرسیدم: شما کی رعیه روسیه شده بودید که ما تا حال نشنیده بودیم؟ پاسپورتتان را برارید بینیم که پاسپورت دولت روسیه چی نوع می شده است. من از وقتی که به میرشب مقابل برآمدم برای حمایت خود رعیه روسیه شدن را خواستم، اما برای آسان کردن کار به کنسول خانه عریضه نداده از عطاری 2 پاسپورت را برای خودم و رفیقم خریدم. گویام مخدوم 2 کاغذ را از بغلش برآورده به ما نشان داد. ما آن کاغذها را از نظر گذرانیدیم که هر دوی آنها هم کاغذهای صابون پیچانی بودند. در آن وقتها صابونهای خوشبوی قیمتبها را در زبادهای صابون پزی برای خوبتر جلب کردن نظر خریداران در کاغذهای سفید قفسی پرنقش و نگار پیچانده به بازار میفرستادند. از بس که آن زواد از طرف دولت مکافاتانیده شده بوده است، با آن کاغذها فرمانی درباره مکافات صادر شده را با خطی جلی روسی چاپ کرده بر بالای آن فرمان گرب تمغه دولت را هم نقش کرده بودند. میرشب که خط عربی را به زور می شناخت و حرفهای روسی را هیچ نمی دانست، پاسپورت دولت روسیه بودن آن کاغذهای پرنقش و نگار را باور کرده است. آدمانی او باشند تماما بی سواد بودند که حرف روسی آن طرف استاد، حرف عربی را هم که آن وقتها در بخارا در عمل بود نمی شناختند. شما گفتاری 87 رو از روی اثری نویسنده بزرگی تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.